به نام خدا. دوستان عزیز سلام. امروز میخوایم با یک کتابخونه نسبتاً آسون پایتون کار کنیم. اگه خاطرتون باشه ما توی جلسات قبلی معرفی در رابطه با کتابخونه‌های پایتون داشتیم و یک کلیاتی ازشون توضیح دادیم. مثلا اشاره کردیم که یک کتابخونه هست به اسم تیکینتر که برای در حقیقت ساخت برنامه‌های گرافیکی و جی او آی در حقیقت استفاده میشه. امروز میخوایم با کتابخونه ایزی جی او آی کار کنیم که در حقیقت یه جورایی مشابه همون تیکینتره، یعنی در واقع برای ساخت برنامه‌های گرافیکی استفاده میشه. یک واسط گرافیکی به حساب میاد که به مراتب ساده تر هم هست از تیکینتر و چون این دوره مقدماتیه من این کتابخونه رو انتخاب کردم برای اینکه بتونیم خیلی راحت باش ارتباط برقرار کنیم و از دستوراتش استفاده کنیم. برای شروع وقتی میخوایم از این کتابخونه استفاده کنیم، خب لازمه که این کتابخونه رو ایمپورت کنیم، همون طور که حالا تو توضیحات قبلی گفته بودم. برای اینکه کتابخونه‌های دیگه ای رو می‌خواستیم استفاده کنیم اولش اون کتابخونه رو باید ایمپورت می‌کردیم. اسم کتابخونه ایزی جی او آی هست و مثلا یکی از دستوراتش حالا برای شروع میتونیم ازش استفاده کنیم مسیج باکسه که میتونیم ازش برای دادن یه پیغامی توی برنامه‌مون استفاده کنیم. اگر بنویسیم easyGUI.messageBox و بعد در حقیقت تو این پرانتز یک عبارتی رو بذاریم، کاری که این دستور میکنه اینه که این یک پیغامی رو برای ما باز میکنه، یه پنجره رو باز میکنه که حالا این عبارتی که توش نوشتیم رو به ما نمایش میده. منتها اگه الان من همین رو اجرا کنم یه اروری رو میبینم، همونطور که حالا دارید خودتون هم میبینید و این تو این ارور داره میگه که ایزی جی او آی تعریف نشده، یعنی همچین اتریبیوتی ندارد. این علتش اینه که کتابخونه ایزی جی او آی جزء اون کتابخونه‌های گلوبال خود پایتون نیستش که به صورت رسمی منتشر شده باشه. یه سری آدم اومدن این رو در حقیقت آماده کردن، دستوراتش رو مشخص کردن و این کتابخونه رو ارائه دادن و اگر کسی بخواد استفاده کنه از این کتابخونه لازمش اینه که ابتدای کار بیاد و این کتابخونه رو توی سیستم خودش نصب کنه. من حالا یه ذره جلوتر توی اینترنت سرچ کردم ایزی جی او آی رو و اون دوتای اولی که حالا توی گوگل اومده بود رو من باز کردم که یکیش همون جاییه که حالا داره توضیح میده که نحوه نصبش چجوری هست و شما اگر یه مقدار خودتون سرچ کنید با دستور پیپ میدونید توی ترمینال خودتون به همین راحتی، یعنی با همین چیزی که نوشته شده پیپ اینستال ایزی جی او آی این کتابخونه رو نصب کنید. و چون من هنوز این کتابخونه رو الان نصب نکردم این ارور رو میبینم. حالا من اگر همین دستور رو بنویسم یعنی ایزی جی او آی این رو در حقیقت نصب میکنه و اگر الان مجددا من بیام و این برنامه رو اجرا کنم میبینید که یک پنجره برای من باز میکنه، دیگه ارور رو نمیده. این هلو رو اینجا نوشته و یک پیغام که حالا میتونیم روی اوکی کلیک کنیم و تموم میشه برنامه، چون چیز خاص دیگه ای ننوشتیم. بنابراین ما اینجوری میتونیم از این کتابخونه استفاده کنیم برای شروع. منتها اگر بخوایم همه دستورات این ایزی جی او آی رو اولش بنویسیم شاید یه ذره خسته کننده باشه. میتونیم به جای این کار این شکلی بنویسیم، بگیم مثلا from easyGUI import star. این کار رو البته لزوما مختص این کتابخونه نیست، برای همین کتابخونه میتونیم این کار رو بکنیم و دیگه از این به بعد احتیاج نداره که من این عبارت ایزی جی او آی رو اولش بذارم و این پیغام رو میتونم بدم. مسئله بعدی اینه که حالا میتونیم اینجا یک تایتل هم برای این عبارتمون قرار بدیم. مثلا فرض کنید که میگیم که اینجا مثلا من می‌نویسم welcome message یا عبارت خوش آمدگویی مثلا، و اگر این رو اجرا کنم اون پنجره رو باز میکنه، هلو همچنان دیده میشه و این ویلکام مسیج که عنوان تایتل من اینجا داده بودم این رو در حقیقت اینجا اضافه میکنه که میتونیم ببینیم و بعد پیغام اوکی هم داره. یعنی این حالا ممکنه جاهای مختلف شما لازم داشته باشید که یک پیغامی رو بدید و خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. اگر دقت کنید حالا به شکل‌های مختلفی میشه از این دستور استفاده کرد. مثلا این که بجز این که حالا ما میایم اینجا یک پیغام میدیم و یک
تایتل براش انتخاب میکنیم میتونیم از دستورات دیگه ای هم استفاده کنیم، به این منظور که حالا صرفا فقط این نباشه که حالا روی دکمه اوکی کلیک شه و پنجره بسته شه. یعنی میتونیم ریسپانس ها یا جواب های مختلفی از کاربر بگیریم و به عنوان حالا ورودی برنامه از این پاسخی که حالا کاربر با کلیک کردن روی گزینه یا گزینه های مختلف میده تو برنامه‌مون استفاده کنیم. حالا اجازه بدید مثلا من یک مثال دیگه ای رو اینجا نشون بدم بهتون. مثلا یه چیز دیگه وجود داره به اسم CC Box که این مخفف کانتینیو کنسل هست که این هم یک عبارتی اینجا میتونیم بذاریم. مثلا فرض کنید میگیم که یه پیغامی میذاریم، فرض کنید که ما یه دونه توافقنامه میخوایم اول استفاده از یه اپلیکیشنی به کاربر بدیم. من می‌نویسم مثلا حالا یه چیز خیلی ساده، مثلا لطفاً از نسخه کپی استفاده نکنید. صرفاً یه مثال دارم اینجا میذارم و بعد به عنوان تایتل یا اون چیزی که اون بالا حالا نوشته میشه مثلا می‌نویسم توافقنامه. یه همچین چیزی. اگر این رو من اجرا کنم، اگه دقت کنید اولش این ویلکام مسیج رو میاره به خاطر اینکه هنوز این دستور اول داره اجرا میشه. یه هلو اومده و یه ویلکام مسیج این بالا به عنوان تایتله و فقط میتونم روی این اوکی کلیک کنم و وقتی اون اوکی رو میزنم دستور بعدی اجرا میشه که یک در حقیقت کانتینیو کنسل باکس، همونطور که میبینید کانتینیو کنسل جزء گزینه‌هاش هست و این پیغام منم مشابه اون بالایی، یعنی این عبارتی که اینجا نوشته شده رو اینجا گذاشته و اون تایتل توافقنامه هم اونجاست. منتها خب حالا الان اینکه کانتینیو یا کنسل بزنیم چه اتفاقی میفته؟ واقعیتش اینه که اینجا هیچ اتفاق خاصی نمیفته چون من از این انتخاب کاربر هیچ استفاده ای نکردم. اگه بخوام این کار رو بکنم میتونم این مقدار رو، یعنی این در حقیقت CC Box حالا یک تابعی هست که حالا ما جلوتر در مورد تابع هم صحبت میکنیم، یه دستوریه که یه چیزی رو به عنوان جواب برمیگردونه. پس من میتونم اینجا مثلا توی یه دونه مثلا متغیر خاص مثلا answer، این دستور رو که اجرا میکنم مقدار answer در حقیقت اینجوری مقدار میگیره که با توجه به گزینه‌ای که کاربر انتخاب کرده مقدار داره. مثلا اگه بخوایم تستش کنیم من میتونم این answer رو چاپ کنم و اگر الان ببینید برنامه رو، اجازه بدید من اون مسیج باکس اول رو هم کامنت میکنم که دیگه پیغامش هر دفعه نیاد و الان اگر این رو اجرا کنم میبینید که یک پنجره برای این CC باکس ما اومده و حالا مثلا اگه من کانتینیو رو بزنم، وقتی کانتینیو رو میزنیم جواب این عبارت میشه ترو. یه بار دیگه من این رو اجرا میکنم و این دفعه کنسل رو میزنم و میبینید که این دفعه فالس برگردونده. بنابراین از روی این گزینه ها شما در حقیقت میتونید تصمیم گیری کنید برای برنامه‌تون با توجه به اون گزینه‌ای که حالا کاربر موقع کار ازش استفاده میکنه. مثلا اگر میتونید تو برنامه‌تون بگید که در صورتی ادامه برنامه رو اجرا کن که کاربر گزینه مثلا کانتینیو رو زده باشه و اگه کنسل رو بزنه و توافقنامه رو قبول نداشته باشه برنامه تموم شه و اجازه دسترسی کاربر به ادامه برنامه رو نده. این از اون چیزایی که احتمالاً شاید توی یه سری از نرم افزارا دیده باشید که مثلا یه دونه توافقنامه اول کار نشون میده و اگر اونجا در حقیقت قبول نکنید یا اون تیک قبول کردن رو نزنید ادامه برنامه در دسترس شما نخواهد بود. یه چیزای شبیه این زیاده دستورات مثل این، یعنی اگر شما بخواید دقیق‌تر حالا ببینید، من این صفحه همون EasyGUI رو که حالا در مورد نصب و خود کتابخونه داره توضیح میده و اینها رو بهتون نشون دادم. یکی دیگه ای که اینجا باز کردم این توتوریال خود EasyGUI هست که اینجا مثال ها یه معرفی مختصری در مورد این کتابخونه داره و اینکه چجوری میتونیم حالا مثال های مختلفی ازش استفاده کنیم، پنجره های مختلفی رو داشته باشیم و مدل های مختلفی برای گزینه‌ها هستش که حالا امروز چند تاش رو با هم دیگه امتحان میکنیم. اینو نشون دادم که حالا لزوما به مثال هایی که حالا تو این ویدیو بهتون نشون میدم اکتفا نکنید و خودتون میتونید موارد مختلفی رو تست کنید. مثلا به جای این CC باکس ما میتونیم در حقیقت یه دستور دیگه مثل YN باکس هم داشته باشیم که خیلی شبیه همینه. الان اگر من همین رو اجرا کنم
شبیه همون اجرا میشه. یه yes و no داره که این yes و no در حقیقت ما میتونیم به جای این yes و no پیغام دیگه هم بذاریم. بازم اینجا اگر نگاه کنید من no رو بزنم همون false رو برمیگردونه، یعنی مشابه همون CC باکس چیزی که برگردونده میشه. منتها حالا متنی که داریم رو میتونیم اینجا انتخاب کنیم. مثلا اگر من اینجا فرض کنید بیام یه گزینه‌ای بذارم مثلا مثل yes و no، به جای yes و no مثلا فرض کنید می‌نویسم قبول مثلا یا قبول ندارم، یه همچین چیزی. الان اگر اینو اجرا کنیم البته یک مشکلی پیش میاد. ببینید من عمدن این رو میذارم که ببینید اینجا داره میگه که تعداد اون چیزهایی که داریم به عنوان ورودی بهش میدیم درست نیستش و اونم علتش اینه که وقتی ما میخوایم گزینه‌های اضافی رو بهش بدیم باید این رو توی پرانتز بذاریم این دوتا رو، و اگه دقت کنید یعنی این دوتا گزینه‌ای که به عنوان قبول هست و قبول نیست رو اگه بخوایم اضافه کنیم باید این شکلی داخل یه پرانتز اضافه‌ای باشه. الان اگر این رو اجرا کنم میبینید که این همون پنجره دوباره باز شد، منتها دیگه گزینه‌هاش خود من تعریف کردم که چی باشه، یعنی قبوله یا قبول ندارم و مثلا اگر قبوله رو بزنم همون ترو برمیگردونه که ما انتظار داشتیم. چیزای بامزه حالا موقع کار با این میتونید ازش استفاده کنید که مثلا یه نمونهش اینه که شما میتونید اینجا یک عکس رو هم به عنوان اینکه تو پنجره نمایش داده بشه آدرسش رو بدید. مثلا من اینجا می‌نویسم a.png و بعد این در حقیقت پرانتز رو میذارم که دستور بسته شه و اگر این رو اجرا کنم میبینید که یک عکسی رو به من داره نشون میده با همون داستانهایی که حالا قبلش داشتیم. این تایتل سابق هست، همون پیغام سابق، همون دوتا گزینه ها. مثلا اگر قبول ندارم رو بزنم اینجا باید فالس برگردونه و یه عکسی هم داره نمایش میده. منتها این عکس باید حتما توی یعنی آدرس درستی باشه، یعنی یا باید اینجا به عنوان گزینه‌ای که اینجا داریم عکس رو میدیم آدرس کامل اون عکس رو بدیم، یا اگر مثل من مثلا a.png رو گذاشتم اینجا به این علت داره کار میکنه که اگه تو دسکتاپ من نگاه کنید خود برنامه من اینجاست، یعنی ایزی یک که اینجا سیو کردم به عنوان یک اگزمپلی از ایزی جی او آی اینجا سیوش کردم، یه عکسی هم با فرمت png اینجا گذاشتم به اسم a.png. یعنی اگر من اینجا به جای a.png بنویسم b.png که همچین عکسی تو صفحه من وجود نداره و این رو اجرا کنم، خب میبینید که این قسمت عکس رو نشون نمیتونه بده، پنجره رو میاره ولی اینجا هم یه پیغامی گذاشته که فایل b.png رو نمیتونه نمایش بده به خاطر اینکه وجود نداره، doesn't exist. بنابراین اگر بخواد درست کار کنه باید اون عکسی که اگر قرار نمایشش بدیم یا کنار همون مسیر ذخیره سازی خود برنامه‌مون باشه یا اینکه اگر جای دیگه‌ای هم هست تو این قسمت آدرس کامل بدیم، یعنی کاملا با درایوش مشخص کنیم که مثلا تو درایو دی تو فلان پوشه هست تا بتونه برنامه ما اون عکس رو پیدا کنه و نمایش بده. بنابراین از این کار با مزه حالا میشه انجام داد به عنوان اینکه مثلا یه عکسی داشته باشه. منتها اگه اشتباه نکنم فرمتی که واسه عکس میتونیم استفاده کنیم فرمت PNG است، یعنی JPEG نمیتونه باشه اگر میخوایم عکسی رو نمایش بدیم. یا مثلا یه مدل دیگه اگه بخوایم استفاده کنیم باتن باکس هست که این هم یک چیز بامزه‌ایه که حالا میشه ازش استفاده کرد. مثلا اینجا بنویسیم باتن باکس و حالا فرض کنید من اینجا میذارم B2 اینم میذارم B1 و میبینید که این B1 و B2 رو داره نمایش میده. مثلا من اگر رو B1 بزنم اون موقع B1 رو برمیگردونه. فرقش چیه با مدل قبلی؟ اینه که شما میتونید اینجا موارد دیگه ای رو هم مثلا اضافه کنید. مثلا فرض کنید من اینجا مثلا یه چیزی رو بنویسم که سوال، تیتر رو میذارم سوال، اینجا متنی که مینویسم رو مثلا مینویسم به کدام یک علاقه دارید مثلا. بعد اینجا توی گزینه ها میتونم چند تا گزینه رو مطرح کنم. مثلا میگم ورزش، مثلا گیم، مثلا چه میدونم مثلا حالا
چون ورزش گفتم دیگه فوتبال اضافه نمی‌کنم، مثلا سینما، حالا یه چیزای دیگه هم میتونیم اضافه کنیم. الان اگر اجرا کنم میبینید که حالا این عکس هم هست، به خاطر اینکه من اینجا همچنان این عکس رو گذاشتم، اگر میخوام نباشه دیگه نباید این ورودی رو بهش بدم. و اینجا اگر ببینید الان 3 تا گزینه وجود داره با این سوال و کاربر رو هر کدوم کلیک کنه اون مقدار به عنوان خروجی توی انسر میره. اینو حواستون باشه که قرار نیست اون چیزی که کاربر وارد میکنن رو ما پرینت کنیم. من صرفا این پرینت رو گذاشتم برای اینکه تست کنیم ببینیم خروجی به چه صورتیه. شما تو برنامه خودتون میتونید با توجه به این انسر تصمیم گیری های مختلفی مثلا داشته باشید. مثلا چه میدونم یه برنامه بنویسید که با توجه به علاقمندی اون شخص مثلا چه میدونم یه سری عکس بهش نشون بده. اگه مثلا ورزش رو انتخاب کرد عکسای ورزشی، مثلا اگه گیم بود مربوط به بازی و الی آخر. من الان اگر گیم رو روش کلیک کنم میبینید که اینجا به عنوان خروجی گیم رو برگردونده، چون من باتن باکس رو جوابش رو توی انسر دارم میریزم و بعد مقدار انسر رو دارم چاپ میکنم. این هم یه مدلی بود که حالا میشد ازش استفاده کرد به عنوان باتن باکس که خب کاربرد داره خیلی جا. یه مثال دیگه اگه بخوام توضیح بدم، مثلا واسه زمانیه که شما بخواید یه ورودی رو از کاربر بگیرید، یعنی کاربر احتیاج داشته باشید که یه چیزی براتون تایپ کنه. مثلا میتونیم بگیم که اون چیزی که ازش استفاده میکنیم یه دستوری به اسم انتر باکس که شما میتونید باز یه متنی رو بنویسید. مثلا اینجا می نویسیم که به چه چیزی علاقه دارید، به جای اینکه بگیم به کدام یک علاقه دارید میگیم به چه چیزی علاقه دارید و بعد اینجا حالا اون تایتلش بذارید همون سوال باشه و ما میتونیم اینجا حالا من این مقدارهای اضافی رو هم برمی‌دارم برای اینکه نمایشش مشخص بشه که چه جوریه. اینو اگر بهتون نشون بدم یه همچین چیزی رو نمایش میده، یعنی اینکه به چه چیزی علاقه دارید. بعد اینجا یک باکسی هستش که کاربر میتونه توش تایپ کنه، مثلا من می‌نویسم فوتبال به فرض و اینجا اگر اوکی کنم اون مقداری که من اونجا تایپ میکنم به عنوان خروجی این دستور برگردونده میشه توی انسر و من میتونم ازش استفاده کنم. حتی شما اگر دلتون بخواد میتونید اینجا مثلا یه متن پیش‌فرضی رو هم بذارید به عنوان حالتی که نشون میده. مثلا اینجا بذارید ورزش، یعنی اگر من اینو اجرا کنم چیزی که داره نمایش میده ورزش هست. اگر طرف بخواد میتونه اینجا مثلا این رو عوض کنه، پاکش کنه، ولی دیفالت اون مقدار ورزش رو داره نمایش میده. اینم مدلی بود که حالا دیدید و اینجا حالا اوکی کنسل. البته اینجا دیگه معنی نمیده دیگه، یعنی ما از اوکی کنسلش فقط به خاطر این میتونیم استفاده کنیم که فرض کنید مثلا یه منوی داشتیم که داشتیم اطلاعات کاربر رو میگرفتیم، اگر اوکی رو بزنیم این مقدار رو برمیگرده، اگه کنسل بزنیم میبینید که نان داره برمیگردونه. ولی اگر اوکی رو میزدم اون متنی که داخل اون پنجره بود به عنوان خروجی برگردونده میشد. مثلا اگر دقت کنید، حالا مثلا یه مثال دیگه بخوام بزنم اینه که من میتونم اینجا بگم که اطلاعاتی رو مثلا بگم وارد کنیم. مثلا میگم enter your name، بعد اینجا حالا می‌نویسم question مثلا، بعد اینجا هم حالا میتونیم یه چیزی بذاریم یا نذاریم دیگه. مثلا اینجا این رو اگر من پاک کنم و اجرا کنم اون موقع یه پنجره‌ای باز میشه به اسم enter your name. حالا مثلا فرض کنید برای برنامه‌تون احتیاج دارید که اسم کاربر رو بدونید و اینجا هر اسمی وارد شه، مثلا اگر طرف وارد کنه علی و بعد رو اوکی بزنه مقداری که تو انسر قرار میگیره همین علیه، یعنی الان علی رو میبینم. ولی اگر من این رو اجرا میکردم و هر چیزی اینجا تو این پنجره وارد میکردم، مثلا وارد میکردم رضا، ولی رو این کنسل میزدم مثلا این مقدار برگردونده نمیشد، یعنی نان برگردونده نمیشد چون مورد قبول نبود دیگه، یعنی کاربر رو دکمه کنسل زده. حالا همین اطلاعات رو مثلا ما میتونیم به صورت کاملتر هم داشته باشیم، یعنی یه چیز دیگه وجود داره به اسم مالت انتر باکس، یعنی مخفف همون مالتیه که ما میتونیم ازش به این عنوان استفاده کنیم که چند تا چیز رو از کاربر توی پنجره بپرسیم. مثلا میپرسیم یه دونه مسیج میدیم، فرض کنید میگیم که اسم اینو میذارم مثلا اینفو تایتلش رو، بعد اینجا من یه پیغامی میدم مثلا enter your info. بعد از اینها من میتونم
اون گزینه‌های مختلفی که میخوام رو مطرح کنم. فقط حواستون باشه که اینا رو باید در قالب لیست ارائه بدیم. اگه خاطرتون باشه ما برای اینکه لیست رو نمایش بدیم این شکلی 2 تا براکت میذاشتیم و من اینجا مثلا میتونم بگم که فرض کنیم می‌نویسم name، بعد مثلا یکی دیگه می‌نویسم فامیلی، مثلا فرض کنید بعدی رو میذارم age و الی آخر همینجوری میتونم گزینه اضافه کنم. حالا اگر این رو اجرا کنم میبینید که 3 تا پنجره باز شده. من این برنامه رو بهتون نشون بدم که ببینید مقایسه کنید. الان نیم و فامیلی و ایج به عنوان 3 تا اطلاعاتی که ما میخواستیم اینجا نوشته شده و انتریور اینفو همون مسیجیه که این اول کار دادیم، اینفو همون تایتلیه که این بالا گذاشتیم، بازم اوکی کنسل داره که اگر کنسل بزنم هیچ چیزی بر نمیگردونه، ولی اگر اوکی بزنم چه چیزی برمیگردونه؟ در حقیقت جواب ما رو به عنوان یک لیست برمیگردونه، یعنی یه لیست 3 تایی برمیگردونه، طولش 3 تاست که خونه صفرمش همون اسمیه که کاربر وارد کرده، خونه یکمش همون فامیلیشه و خونه دومش سنشه. مثلا اگر من اینجا وارد کنم علی، مثلا فرض کنید رضایی، مثلا سنش هم 25 ساله، اگر من اینجا اوکی بزنم پرینت انسری که اینجا گذاشتیم باعث میشه که من توی خروجی یه دونه لیست 3 تایی ببینم که حالا از جنس استرینگن هر کدومشون یا رشته هستن که قبلا هم در مورد رشته صحبت کردیم و اگر بخوایم از این ایج استفاده بکنیم به عنوان عدد باید حتما اینو به این تبدیلش کنیم. میبینید که یه 3 تایی اولیش همون مربوط به باکس نیم هست، دومیش به فامیلی ربط داره و سومی هم که مربوط به ایج هستش. حتی اگر دلمون بخواد ما این رو میتونیم مقدار دیفالت ولیو هم براش بذاریم. مثلا اگر بخوایم براش مقدار پیش‌فرض بذاریم بازم باید به صورت یه لیست تعریف کنیم. فرض کنید من اولی رو چیزی نمیذارم، دومی رو هم براش چیزی نمیذارم، یعنی فامیلی رو. مثلا فرض کنید سن برام مهم بوده از این جهت که مثلا پیشفرض آدمایی که دارن با این برنامه کار میکنن مثلا 22 سالشونه، اینو میتونم به عنوان مقدار پیشفرض بذارم. حتی بذارید یه دونه دیگه هم من اضافه کنم. فرض کنید اینجا مینویسم مثلا ملیتشم برام مهمه، مثلا ملیتشم برام مهمه، اینجا به عنوان ورودی پیش‌فرض میذارم مثلا ایران. الان اگر این رو اجرا کنیم ما یه پنجره 4 تایی میبینیم و برای 2 تاش مقدار پیش‌فرض وجود داره، یعنی کاربر اگر مثلا 22 سالش باشه احتیاج نداره دیگه اینجا اینو عوضش کنه، میتونه اگر سن دیگه ای داشت عوضش کنه یا اگر ملیتش حالا غیر ایرانی باشه میتونه اینجا این گزینه اضافه کنه. چون مقدار پیش‌فرض یا چه میدونم برای شماره تلفن میتونیم اول شماره تلفن رو که برای همه یکسان هست بذاریم که دیگه کار کاربر راحت‌تر بشه. حالا اسم و فامیل رو من چیزی نذاشتم فقط برای اینکه به برنامه در حقیقت بفهمونم که این 22 و ایران برای 2 تا گزینه آخر هست، مجبور شدم اون 2 تا اول رو هم بذارم اینجا. فقط رشته هایی هستن که هیچی توشون نیست، یعنی دابل کوتیشن پشت سر هم گذاشتم، هیچی هم توش ننوشتم دیگه. اگر چیزی میذاشتم اینجا به عنوان اسم پیش‌فرض این مقدار اول رو نمایش میداد و این رو در حقیقت میتونیم حالا اجرا کنیم و ببینیم دیگه اگر خواستیم. یعنی مثلا من اینجا مینویسم رضا مثلا امینی، حالا سنش فرض کنید 22 نیست مثلا 30 سالشه و اگر اینجا اوکی رو بزنم میبینید که همون یه لیست 4 تایی شد الان، به خاطر اینکه من ملیت رو هم اضافه کردم و الان دیگه یه چیز 4 تایی برمیگردیم. از این کارا خیلی میشه توی برنامه ها انجام داد و میشه با این دستورات ساده‌ای که این کتابخونه ایزی جی آی داره برنامه‌های بامزه رو نوشت که برای کاربر بیرونی جذابتر باشه از اون محیطی که همیشه داشتیم برنامه می‌نوشتیم و صرفاً میتونستیم یه سری ورودی رشته‌ای وارد کنیم و الان دیگه میتونیم منو داشته باشیم، میتونیم یه سری چیزا رو از کاربر بپرسیم. یه نمونه دیگه شو اگه بخوام بهتون نشون بدم، فرض کنید پسورد باکسه که اینم الان بهتون نشون میدم که چه فرقی با قبلی ها داره. یه چیزی مثل پسورد باکس داشته باشیم، مثلا اینجا می نویسیم enter your password و اینجا هم
مثلا حالا بذارید همین اینفو بمونه، منتها دیگه اینجا لیست نمیگیره. اینجا اگر من چیزی وارد نکنم فقط میاد این پیغام رو به من میده و بعدش هم اون پسورد رو میگیره. فرقش اینه که دیگه الان اگر دقت کنید چیزی که من اینجا تایپ میکنم نمایش نمیده، مثل خیلی از جاهای دیگه که شما وقتی پسورد رو میزنید به صورت استار یا ستاره نشون میده. مثلا من اینجا الان دارم پسورد رو فرض کنید وارد میکنم سلام، الان این پسورد رو نمایش نمیده، منتها وقتی که این برمیگرده توی انسر اینو اگر پرینت کنم که البته کار درستی نیستش، اگه پسورد داریم میگیریم پرینت کنیم، صرفا داریم خودمون تست میکنیم این کارو میکنیم. اگر اوکی رو بزنم میبینید که سلام رو چون من سلام تایپ کرده بودم توی متغیر انسر اون عبارت سلام قرار گرفت. یعنی شما میتونید یک پسورد رو از ورودی بگیرید، بعد با اون پسوردی که قبلا تو برنامه ذخیره کردید مقایسه کنید و اگر دیدید که پسورد درست نیست حالا پیغامی بدید اجازه بدید که کاربر دوباره وارد کنه یا همچین چیزی، یا اگر مثلا پسورد درست بود اجازه بدید که به ادامه برنامه دسترسی داشته باشه. حتی برای این هم میتونیم دیفالت ولیو داشته باشیم، مثلا خیلی جا دیدید که چه میدونم یه رمز 1 2 3 4 مثلا برای خیلی از جاها ممکنه باشه. اگر اینو اجرا کنم دوباره برنامه اجرا میشه، این 1 2 3 4 هم نمایش نمیده ولی دیفالتش اینه. یعنی اگه همین الان من همینو اوکی کنم همون 1 2 3 4 رو نشون میده، اگه عوضش کنم خب مقدار عوض شده رو به ما نمایش میده. یه مثال دیگهش که حالا به عنوان آخرین نمونه اگه بخوام بهتون نشون بدم در نظر میگیریمش مالتی چویس باکسه که اگر اشتباه نکنم اینجوری نوشته میشه که ما اینجا میتونیم یه سری گزینه های رو به کاربر بدیم و اگر همینجوری من اینو اجرا کنم میبینید که الان یه سری چیزا خودش فقط گذاشته، ولی من اگر دلم بخواد میتونم اینجا یه چند تایی معرفی کنم. مثلا فرض کنید من میگم که یه همچین چیزی رو من گذاشتم توی گزینه هام و اگر این رو اجرا کنم یه اروری میخوره. علتش هم اینه که ما باید این رو به عنوان یه دونه چندتایی، یعنی در قالب یه پرانتز عبارت یه تک پرانتزی بهش بدیم، یعنی این رو باید داخل یه پرانتز بذاریم مشابه چیزی که قبلتر توضیح داده بودم. اگر این رو اجرا کنیم الان میبینید که من اون تایتل سابق رو دارم حالا پیغامش که البته پیغام مربوطی نیست دیگه، بذارید اینم درستش کنم. مثلا میگم که مثلا enter your favorite کار مورد علاقت مثلا چیه، اینم میذارم مثلا question و اگر این رو اجرا کنم میبینید که اون پیغامه رو داره میده. و فرقش چیه با اون حالتی که ما قبلا مثلا یه دونه انتر باکس گذاشته بودیم و طرف میتونست یه چیز تایپ کنه؟ اینه که الان یا مثلا تفاوت اصلیش با اون مدلی که قبلتر توضیح داده بودم در رابطه با اینکه ما میتونستیم یک گزینه رو یا چند تا گزینه رو به کاربر ارائه بدیم و کاربر یکیشون رو انتخاب کنه. فرقش اینه که الان کاربر میتونه اینها رو بیشتر از یه گزینه انتخاب کنه. مثلا فرض کنید من ورزش الان سلکت شده، اینو روش کلیک میکنم که از سلکت شده یعنی از حالت سلکت در بیاد و مثلا سینما و گیم رو روش کلیک میکنم، یعنی این کار مورد علاقم این دوتاست که حالا سینما و مثلا بازی. حالا اگر این دوتا که صرفاً گزینه ها رو همه رو انتخاب میکنن یا همه رو از حالت انتخاب در میارن، ولی اگر من این دوتا رو انتخاب کنم و اوکی رو بزنم میبینید که یک لیستی برگردونده میشه به این متغیر انسر که حالا وقتی من چاپش میکنم همون گزینه هاییه که کاربر انتخاب کرده. اجازه بدید مثلا من یه بار دیگه این رو اجرا کنم و یه گزینه دیگه مثلا اضافه کنم، مثلا پینت. حالا یه سرش فارسی شد، اینم خوبه که حالا بذارم اسپورت مثلا. و اگر این رو اجرا کنم الان اگر دقت کنید یه 4 تایی برای من میاره که حالا دیفالت اون اولی اسپورت قرار گرفته. اگر مثلا من میام روی این پینت کلیک کنم و روی گیم و اگر این رو اوکی بزنم این دوتا رو به عنوان جواب برمیگردونه که ما بر مبنای گزینه‌هایی که کاربر میده میتونیم
تصمیم گیری لازم رو توی برنامه‌مون داشته باشیم. به عنوان یه تمرین ساده‌ای خوبه که همچین برنامه رو بنویسید خودتون، مثلا برنامه بررسی پسورد که کارش اینه که میاد و یه پسوردی رو از کاربر میپرسه. فرض کنید چند تا شرط ساده گذاشتیم. یکی این که یعنی میخوایم برنامه‌ای رو بنویسید که بیاد یه پسوردی رو از کاربر بپرسه، بعد مجددا ازش اون پسورد رو بخواد که وارد کنه و اگر شرایط پسورد مورد قبول رو داشت برنامه اونجا باید پسوردش رو به عنوان پسورد درست ذخیره کنه، وگرنه این برنامه باید همینجور ادامه داشته باشه. یعنی احتمالاً حدس میزنید که چون برنامه همینجور تا زمانی که کاربر پسورد مناسبی نزده ادامه داره، احتمالاً باید از یه حلقه وایل استفاده کنید. شرطای ساده‌ای هم داریم، مثلا اینکه آقا این رشته‌ای که به عنوان ورودی وارد میشه به عنوان پسورد باکس حداقل 6 حرف داشته باشه. پس اگر همون اول کاربر یه چیزی مثل 1 2 3 4 وارد کرد باید ایراد گرفته بشه، یعنی مورد قبول نباشه. پسورد باید حتما حروف بزرگ و حروف کوچیک و رقم رو داشته باشه که اینو با توجه به اون مطالبی که توی جلسات قبلی در رابطه با بحث استرینگ داشتیم شما میتونید اینو الان برنامه‌شو بنویسید که چک کنید حرف بزرگ توش هست، حرف کوچیک هست یا رقم هست یا نیست. و در نهایت اگر دو تا شرط اول رو داشت، یعنی هم طولش حداقل 6 حرف بود و هم شامل حرف بزرگ و کوچیک و رقم بود، در ادامه یه بار دیگه اجازه بده که یعنی از کاربر بخواد که پسورد رو مجددا وارد کنه و اگر کاربر دوباره همون پسورد قبلی رو زد اون موقع برنامه تموم شده، وگرنه مثلا باید بگه که آقا پسورد دومی که وارد کردی با اون پسورد اولیه مچ نمیشه و دوباره باید از اول پسورد اولت رو انتخاب کنی و بعد پسورد دومت رو. این مثال به عنوان یه برنامه که حالا با این گزینه‌هایی که حالا توضیحش هم دادیم با ایزی جی او آی خیلی راحت میتونید یه برنامه ساده‌ای بنویسید که منو داشته باشه، کاربر پسورد رو اونجا بزنه و اگر اوکی بود و اینها در نهایت پنجره نمایش داده بشه که آقا پسوردتون مورد قبول واقع شده. خسته نباشید.